برای 1 کیلوش نیم کیلو روغن بعد از تصفیدن کمتر گوشت پیازه می‌اندازید. بعد از که پیاز سرخ شد من دوام گوشت می‌اندازم. دوام گوشت انداختیم یا بیام میکنیم کمتر. بعد از گوشت بیرون کردن کمتر سبزی می‌اندازیم. سبزی هم کمتر تفت می‌کنید بیرون کرد بعد از که سبزی تفت شده دوامش می‌ریزیم سبزی. بعد آب می‌ریزیم 30-40 دقیقه زیربر تیار میشه. بعد از سبزی انداختن 1 کیلو گوشت سبزیش هم 1 کیلو نه؟ 1 کیلو بدیم. همش 1 کیلو. حالا زیربر تیار شد. برنج می‌اندازیم. نمک و آبش می‌ریزیم برنج.
دید از برنج بالا میبرد آبشی که برنج این دم میکنه 10-15 دقیقه دم میخورد تیار میشه باشه. من عبدالسلام تلایف 16 سال نانپزی کردم. نانپزی دکان‌ها 3-4 تا دکان‌های وای داشتم شخصی. بعد از اونجا برآمده من 22 سال بعد من آشپزی بعد من اینجا اوکاهام قصابی آشپزی نانپزی استاگی همه کار همیش من یاد داده دستشون راست کردیم. من بچه‌ام پسرام جانم همیش چایخانه تا دوشنبه انا با جانم و دوماتم آشپزی کردم. دو تا پسرچه من اینجا شاگردا هستن اونجا اوکیم اور به مثال با اوکیم اور به جانم همین شاگردا دستشون راست کردیم. من همین محصولات همین دوشنبه می لینلابان میرم خیلی که محصول هم مغازین برنج میگیرم ابرو زرجامش میگیرم زرجامش فقط پروسس آبش مولتر کو ساشن زرجامش هم برنج آش میکنیم میشینیم ما میخوریم هم با آش پنجیکت بریم هم آب علا باشه خانه تون هم اگر یک پیاله برنج به آب زیاد انزیدگر علا باشه سوس باشه آش شعله میشه اگر علا باشه بلند کنه دیگه با آش خودش میگیره آب بخور کردن در کار. از دور پیش ماندگی که هر بیگاه جمعه دوشنبه یک آش کردن در کار بود. من همون چی به میگفتیم که پدر و مادرم که فقط بیگاه جمعه دوشنبه آش میکنید. این چی بابای باباکالان تا ماندگی میگفتن که همین بیگاه جمعه دوشنبه هر روز هم بینید آش هازه. نه که با همونجا فیض و برکه خیر برکه آش بوده. نان سمرقند جای یکم بود. حاضر نان سمرقند در ویس روی جهان پختاست یکم جا برفته است. این هم باید. نه که آش پنجکت هم ممکن اساس پهن شود همه جا با. خب پهن شده است و کم حالی. من آشم دم کردیم محکم میکنیم تا 15 دقیقه آش تیار میشه. من آش تیار شد طاوقم گرم اکنون آش میبرداریم. من اول از برنجش سرد میکنیم. زیربکشه بالاش بمیگیریم نه؟ من ما همسینفو هر هفته 6 نفر میشینیم در شهر پنجکند. آش
палав ин оши тоҷикон бобум гуфта буданд асобина оши панҷакент номер 1 дар тоҷикистон. мо ҳар ҳафта мешинем коллектив ҳамсинфҳо суҳбат мекунем, ана оши якбайг мехӯрем. Дар тоҷикистон номер 1. Номер 1. Оши панҷакент номер 1.